سگان بی وفا. سگ 12 تا صفت از انبیا در وجودش هست. پیغمبر میگه سگ اگر یه تیکه نون جلوش بندازی پاچتو نمیگیره. کسی که میگه من سگ حسینم خودشو برده بالا، خودشو نزده زمین. ثروت من همینه که سگ بچه ها بدم همه عالم باید سگ حسین بچه سگ او کنه تفل کسی که میگه من سگ حسینم خودشو برده بالا، خودشو نزده زمین. کسی که میگه من سگ حسینم خودشو برده بالا، خودشو نزده زمین. حال توجه نمایید همین آخوند در جای دیگر چه میگوید. من که به شور و شینم طول سگ حسینم. شما رو به خودم این شعره یا لا اله الا زهرا لا اله الا حسین، اینا کفر محض، اینا شرک محض، اینا آبرو شیعه رو میبره. همین نوار 4 تا مداح بی تربیت و فاصله گرفتی از علما و ناصحین همینا رو خوندن. این نوار الان تو زاهدان پخشه، تو ممالک عربی پخشه، تو عربستان پخشه. جلو دهن علما رو گرفتن، میگن شما کافرید، شما مشرکید، شما حسین رو خدا میدانید، شما فاطمه رو خدا میدانید. حال آقای بیژن جارچی یا آخوند دانشمند به ما بگوید که چگونه از عملکرد مداحانی که خود را سگ می‌دانند انتقاد می‌کند، در حالی که خود در جای دیگر سگ بودن را افتخار می‌داند. کسی که میگه من سگ حسینم خودشو برده بالا، خودشو نزده زمین. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. و به راستی فرزندان آدم را گرامی داشته و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده و از پاکیزه ها به آنان روزی عطا نموده و بر بسیاری از آفریدگان خیش کاملا برتریشان داده ایم. سگ اگر نون جلوش بندازی دم تکون میده. به
وقتی با اربابش آشنا شد از گرسنگی میمیره، اما در خونه کسی دیگه نمیره آبرو اربابشو ببره. کاش این آخوند که این گونه علاقمند سگ است مقداری از وفای آن را یاد می گرفت و به ناموس ارباب خود تهمت‌های ناروا نسبت نمی داد. و یا شاید هم این آخوند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ارباب خود نمی داند که به خود جرأت اهانت به همسرش را می دهد. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آنان دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمهایی دارند که با آن نمیبینند و گوشهایی دارند که با آن نمیشنوند. آنان همانند 4 پایان و بلکه گمراه ترند. آنان غافل و بیخبرند.